اما به خاطر کودک معده‌تان که شما کودک شیرمک داشتید، به خاطر کودک معده‌تان غذای را نگرفتید و باز رمضان دیگر آمد، در این وقت شما کی انشالله کودکتان کلان شد و قوت کردید فقط غذای میگیرید. و هم کفاره دادن و هم غذا گرفتن همونه که هیچ آنها یگان سبب ندارن ولیکن باز روزه رو از روی بی‌پرواگی نمیگیرن. انا آنها هم کفاره میدهند، یعنی بعداً میگیرم انشالله میگیرم گویان از روی تنبلی میموند و رمضان دیگر میآید. انا اینها هم گناهگار میشوند، هم کفاره و هم قضا میگیرند. شما که به خاطر کودک معده‌تان اگر رمضان 2022 رو گرفته نتوانستید و 23 آمد و باز به خاطر کودک 15 روز نگرفتید، شما در اینجا در همش عذر خودتان را دارید، سبب خودتان را دارید، سبب های شرعی هست. اینجا فقط قضا میگیرید. اگر تو رمضان توانستید گرفتید بهترین، اگر نتوانستید بعد از رمضان